اگه هنگام نصب یک سری برنامه تو گوگل پلی با همچین خطای مواجه شدی که که میگه این مورد در کشور شما یا اینکه این برنامه در کشور شما در دسترس نباشد، اصلا نگران نشو، چون قرار تو این آموزش بهتون یاد بدن که چطوری این مشکل رو برطرف کنید و مثل این راحت بتونین برنامه‌ای که در کشورمون در دسترس نیست رو دانلود و نصبش انجام بدید. دوستان گلم سلام، دانیال هستم و قراره توی ویدیو امروزمون بهتون یاد بدم که چطوری برنامه‌ای که در کشورمون توی گوگل پلی در دسترس نیستش رو راحت بدون هیچ مشکلی این ارور رو برطرف کنیم و راحت بتونیم برنامه‌ای که در کشورمون در دسترس نیست رو دانلود کنیم و استفاده کنیم ازش و اینو به دیگران یاد بدیم. بعد از شروع بهتون بگم که یک کلاس شطرنج توی سرای محله صادقیه گذاشته شده و دوستانی که تمایل دارن دوستان از شطرنج به صورت حرفه‌ای و تخصصی یاد بگیرن میتونن با این شماره‌ای که توی این بنر گذاشته شده تماس بگیرن، اطلاعات بیشتر بگیرن. تازه کلاس آنلاین هم دارن. از دوستانی که از حالا تهران یا سرای محله صادقیه و یه سری حالا لوکیشنایی که بهتون میگن اگه دور باشین و در دسترستون نباشه میتونید به صورت آنلاین یاد بگیرید. کلاس آنلاین هم داره، حتما باشون تماس بگیرید. از کانال هم توی فضای مجازی روبیکا، بله، ایتا، سروش و تلگرام باشید و پیج اینستاگرام ما رو و روبیکای ما رو دنبال کنید. خب تنظیمات گوشیمون یا همون ستینگ رو باز میکنیم، واردش میشیم و میریم توی بخش سرچ یا جستجو و سرچ کنیم ریجن یا همون منطقه یا کشور. اولین گزینه‌ای که برای من اومد رو میزنم. اینجا گوشی ها داخل ایران همه رو کشور ایران ذخیره میکنیم یا همون لحظش کنیم. ما سرچ کنیم یونایتد استیت یا حالا کشورهای آمریکایی، کشورهایی که زبانشون انگلیسیه مثل حالا آمریکا یا انگلستان و اینا، به جز ایران باشه. میایم بیرون و وای میسیم لحاظ بشه. بعد میایم توی کروم جستجو میکنیم، مثلا حالا چت جی پی تی که من حالا یه بار جستجو کرد و اینجا هستش. میزنیم روش و میبینیم رفته ما رو میبره به گوگل پلی و گزینه اینستال یا همون نصب برای ما اومده و دوباره این ارور قبلی رو نرده که بگه این برنامه یا این مورد در کشور شما در دسترس نیست. خب میریم حالا یه برنامه دیگر سرچ میکنیم، می‌نویسیم ای فوتبال رو سرچ میکنیم و میبینیم حالا آورده. فعلا باید به وارد گوگل پلی بشیم، روی نصب میزنیم و ببینیم بعد دوباره برامون باز شده و اون ارور قبلی رو دیگه نمیده.